یک دهی کلان خوش منظره، هر کنارش سبزه و گلزار بود، مردمانش خلق بی آزار بود. روبرویش بود یک کوهی کلان، شد سبب از بحر مرگی آدمان. هفته ها بگذشت و باران قد نکرد، هفته ها بگذشت و باران قد نکرد. کوه ملایم شد دیگر طاقت نکرد. سالی 69 بود و ماهی می، ساعتی 4 شب و از روز 8 ماهی می. کوه ناگه کرده پرواز زره، زیر خاک ماند مردمانی گلدره. آدمان می آمدند از هر کنار، می نمودند جستجو خویش و تبار. گریه و آه و فغان بسیار شد، گریه و آه و فغان بسیار شد. گلدره در یک نفس مزار شد. آن یکی میگفت گم کردم پسر، آن یکی میگفت گم کردم پسر. در کجا خوابی تو ای جانی پدر؟ با دیگر میگفت پدر گم کردم، مهربان جان و جگر گم کردم. خالی ملا بود آن یکی مرد حلیم، دیگر آن یکی شریفی تازمی. زیر خاک ماند، زیر خاک ماند کاتب شعر ستار. آدمان بسیار بود در این قطار. از دوشنبه فوری آمد راهبران، روزی ماتم تجزیه کردن بیان. گشت برادر، گشت برادر خبر نامش گردره. سالها ماند یاد بودی گردره. نامینه که رفتگان در یاد ماست، این شعار مردمی آزاد ماست. ساعتی 4 صبح، کوهپاره کنده شده دهه زیبا منظری گردره را به آرامگاه ابدی تبدیل داد. این لحظه ها از روزگار عشق از فاجعه گردره حکایت میکنند. خوراکت نبود که بچه مولات نگرفتین او هوای بارون آیا بچه مولات نشروع بگیرین دو در ده هزم آمد کاره و چطوری بردم که بگیرین بچم با مولاتون جمع کنین وظیفه خونگی تا بخون خشلو تیر کن ای برکالات با حیوانو شودرده بارون آمونا او با توبه ایچتا بارون توی همسایه اول کسی کنم همسایه همسایه
Ölemeye bio. چی حال داری؟ Dami hava boru. Bio. Assalomu alaykum. این همی برون برده سه بریده دیگه همی شتم دارم میخونه چرا بریم گا بیا مرامت یا دم بشیم دم هوا برون نموی شون شد بشوان نصیب شد لابا این همسایه شگرانه کن مهمون آمد آمد بگای بیا همسایه نصیب نصیب کروشکی بیا مرحمت یک گردیم نوروز شو گشته خدمت خاندات تبزا نوروز شو خدمتی مادر وطن عبدو کرد یا مانی یک گردیم مرحمت یک گردیم نوروز شوی یک گردیم بچه مرحمت نیکو خوش آمده دیگر نازه سوزه بچه هم برای بامی مزرفر دست باکی بگی بیو درم اوی دارو از عمره کشه بارون نای همسایر هم بگو بیا بشه مهمون آمده بگو خونه مونده دیگر نازی تیزی وطنو کناز هم بخشت آرو و چشم نازه همش سوش نبودیم ما هم بهار بلجان هم تماش آمدیم رحمت ای همراه ای بچه کو خدمت من ایرانی وحش عجب گل خوب کردیم همسایه همسایه بیا همسایه مرحمت بیا بیا سلام علیکم خانم چیکاری بچه نغزی سوزی این بابای مزفر دام دیر کرد بچم جوجی خانده مزفر بیا بابای مزفر بیا خوش آمده سرگردون کردن داری بارون ای رحمت خوش آمده مرحمت بگی بچم جلو که بابا دیگه خوش کمون سلام علیکم نغزی سوزی یک گردی خوش آمده مرحمت ناو تو خلاص دکو این خاندار بزنه دیگه ما برای شما میگم بابا شنری دکتر ما مبارک کنیم به امروز دیگه شما گفتم دیگه سوزه تیجه بابا ما مشون سوزه دیگه تیجه نه سوزه مهمان رو سوزه دیگه تیجه خیلی نوروز بود خلاص نه و تویش من علاقه میکنیم ما داغ این خاندار بزنه ما شما این راودش خیلی اومده خاندار دیگه چیزی سازی کشف شدیم در برونو در اوی در رو اوزر دقیقا تا خبرت با یک بازی دیگر نیومده خلیشم این عکسر شلو ناز میشود یا دور تو برونو الهی آمین آبادی مهمان پای قدمی مهمان پروردگار خور نکنم بلاها را دفت کنم ما و شما را با نور امون طرف بیاد بچه هم در سر کنم بیاد مرحمت بیاد دستش رو بگی مهمونو برا ای گردی بچه را بیاد بچه رای شما نه کرد این در خواب توتون سرده شما او بودا دکوه بابا من یا توبه هیچ طرح برو نمیگم بابای مزفر های ما هم که تشبیه دادیم موزن گفته من مهمانو در دل سرود بخونی رخش اخشا ای خودی میگم نوروز جان این دو درون نکجا آقا جان این خدمت من گفتم که ایرانی وحش بهار بلجان هم تماش آمدیم بسیار خوب کردیم بسیار خوب کردیم این وطنهای ما امی یک هفته شد برون بریده سای بریده بچم ایفونه بیرون رومده نمیتونیم بریده سای بگیرم رو بگیرم مرحمت کنید میمون جون مرحمت بیا بچه جون مرحمت یک گردیم بچه رنگشو بگو ما هم خدمت کرد یک خاندار هر زه هر یک برون مرحمت بیا بسیار قیمت
میگم همه ما دارن بارون کامتو وای طبیعت خودمون ببین که به درجه بارون شش هفت روزی دوی مظفر هیچ جایی نیست بس بابای محمود جا اونجا تهدش میدن تهدش این وقت کامی خودم کشتونه خدا رحم کنه ایافتون جوان شد بابای مظفر یاد شعری ناز بخون سرودایم نه بخون همین مهمونا و حسن شود هیرشیدن بابای محمود جا خاطر مهمون اکن مایدش میخوام میارد رحمت خدا ای سبی داری خونه تو کندم نهده آواز مشنیده ای کی میگنده ای سبی داری خونه تو کندم نهده آواز مشنیده ای کی میگنده ای سبب سوقتی لبو تو وهنمه نه لب سر ما سوقت تکرام وردمه زبون بلبل بارونی بهار دادی نی نگاه کنه بارا تبی بار سزدم در خاکمایی ایوایده تو دوستی عزیز سبزر سیران کنه صفا بیزیم و خیمتم در خاکمایی صفا بیزیم و خیمتم در خاکمایی ای رحمت خولیم با قوت آوازش خانش همی گودرکش آوازی خوب داشت حلوانیش این چواندازیش هم ای باور کن بای مظفر اخی با یک پیل خوب داره همسویا همی گودرکی بسرش همی روا میوید عینیت پاک شد سلامت باشید بگم که بابای شرر یک دعا نمیکنه شاو نمیشه گلافام تو قایق هوا بارون بارید است این نمیخواست است با همین زنکو میدونم تو زنکو چی گوچه سن گلاف چیش میمام چند روزه پردسه با میگن که همون اوروس بالا قشلاق ایگو همسویا اوروس گفته که هم تپه رو پره قشلاق کف اومده گرد احتیاط کنی در خطر هست این چی میشیده باشه همسویا؟ این نه همسویا این گپا دروغه همی همسویا همون میگه این گپا دروغه ای وقت چی گپا بود یه چی نمی او تو چنور را دیدی او تو چنور با امر خداوند را میگه این یگام گپ نیست آقا جون آی وقتی که مایدان تو باشه هم میکش من گپو دیدی این نه این میگه هر چی شما خواستی خدا میشه یاری عزیز ای مجدم این خداوند خودش دیدک میشه خدا رحم کنه بچه ساعت چند شده؟ ساعت همین همی 11 تا 11 شدید یا دعا کنید که در این دوران خدا بگوتره آمین دعای نو مقای نو برکت داره در سرمون نو کم کنیم خلال جوش کنه اولگار همین جوانا را حق مشه با مراد مقصد برسیم یک شما هزار رحمت ببخشید تشویش دادیم بگی بچه هم هست بابای مظفر تا خونش در بر برسون عذاب نکشن مهمانا میگو این مرحمت شیرچای از سهری خونه بوده میکنه مرحمت شب بکنه بگیم بچه جمع کنین در سخونه جوگه مهمانو را حیل کنین باید روز آمدن در این باران عذاب کشیدن دم بگیرن بگیم بچه جا پاشون را حیل کنین شروع
مرحمت بیا میمونو در خاکی پوتون جون بیا مرحمت ای بچم چکو میگی طبیعت تقاضای طبیعت ای بچم شش هم روزه نمیخیر برون میبورا خونه که مرحمت دم بگیرید یک گرمی باشورا بکشین سویتا بکشین ما هم قدیدون همی جردم سر من بمونم ای بچم صحبت هم ای برونم بایدر مرحمت خوش باران دلیست میبارید لیکن دیها اینجا آرام بود فقط صدای طفل نازنین و کاسیستگان آرامی دیها را خللدار میکرد و این لحظه از روزگار یکی از ساکنان دهه زیبا منظر گردره صدیق حکایت میکرد او ماری بیستان او سنگادینه او بیا تو چیگا پایی زمین جنبی چنگ خاک شید چیگا پای بیا تو چیگا چی در اقتضاب چنگ خاک همی احتیاط تو سیمای صورت کندر نزنم دو این خونه داشته خونه یکم
مرده در شکاری خنجری صیاد رفت ریختی مرده در شکاری خنجری صیاد رفت کی گل درش شد مادر آمده
نشون از مرده یادم این زمین سه نشون حق از چرا جوان پیر نشد مردن که حق از چرا جوان پیر نشد کجایی شوهرمه خونه یکی میگو کجایی دادنمه خونه یکی میگو کجایی شوهرمه کجایی دادنمه مادرم بایم هر زوریه دیدم خاک بر روی بچم روستم کجا رفتی دیدم خاک بر روی
بچم دوستم کجور هستی دوستمی جانی شیرینم بچمه دوستمی جانی شیرینم بچمه در این لحظه ها خودم دانشجویانه که تقدیر آنها را از پدر و مادر جدا کردند یتیم سخت بود دوستان بیامد بر سرم پیش پرمجاران کمیشه حکومتی با سروری سابق رئیس ساختمانی جمهوری تاجیکستان بهار محکم و تأسیس داده شده و جای حادثه حاضر شده و با مسئولیت‌های زیاد گردره نام مزاری برادری را گرفت. مزار گردره و مزار برادری تبدیل یافت و در این لحظه ها از خدای متعال خواهش داریم که بگذار یگان فرد تاجیک چون این روزهای بد را نبیند
جای شهدای مدار گردره جنت داد و خانه آخرتشان آباد.